ثمره محفل‌های فنی و مشغولیت‌های ایلوگی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه عبدالرحمن جامی نتیجه دلخواه داده ایستاده است. سعیده مردانова از شماره خوانندگان فعال مؤسسه تعلیمی رقم 13 ناحیه به حساب رفته اشتراکچی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت میباشد. سمیزاده سریا با شرح بیشتری موضوع. اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اهل معارف را وادار نمود که از تمام سرچشمه‌ها وسیع استفاده برده خوانندگان را خوب تربیت نمایند. در مؤسسه تعلیمی رقم 13 ناحیه عبدالرحمن جامی خوانندگان در شرایط ارزنده و دانش اندوزی فرا گرفته شدند. همه روزه در برابر روند تعلیم و تربیت طالب علمان امکان دارند در مشغولیت‌های ایلوگی شرکت نمایند. سعیده مردانова با دانش خوب و اعلی تحصیل نموده از روی نامیناسیای بیولوژیا اشتراکی به واسطه آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت می باشد. دستگیری آموزگاران و همکاری خوب کمیته پدر و مادران با مؤسسه باعث می گردد که سال تا سال شماره اشتراکداران در آزمون‌های ولایتی و جمهوریوی زیاد گردد. من در آزمون این فروغ معرفت اشتراکچی دور ولایتی می باشم در نامیناسیای بیولوژیا. با آن خاطر نامیناسیای بیولوژیا را قبول کردم که این بیولوژیا یک از فنهای بهترین می باشد، یعنی درباره انسان و طبیعت می باشد. با این فن مرا معلمان زیاد روی رساندن. رهبریت سطحی عالی کشور پیوسته تاکید می نماید که آموزش فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق تقاضای زمان بوده، آن در پیشرفت جامعه نقش بزرگ دارد. پیشرفت و رشد کشور از نسل صاحب معرفت، صاحب علم سخت وابستگی دارد. اهل علم و معارف را لازم است که شاگردان را وابسته به رویه‌های انتخاب نمودهشان تعلیم و تربیت نمایند. نتیجه خوبی کلکتیو آموزگاران همین است که اکثرا خوانندگان ما اشتراکچی آزمون‌های جمهوریوی و المپیادهای جمهوریوی گشته ایستاده‌اند. من همین به مانند نور و سیاره مردان و سیاره نیز اشتراکچی آزمون علم فروغ معرفت از روی نامیناسیای بیولوژیا سال دوم است که در ولایت اشتراک میکند. این هم که باشد یک افتخاری ما می باشد. سعیده خیلی خواننده دانا و بلایاقت می باشد که همین در یک سیمخانه با سیاره تحصیل می کنند و پیروی سیاره را هم دارد. زحمت های آموزگاران را وی به اینوبت گرفته خیلی کوشش و غیرت ها می نماید و همچون رسام بهترین سال سپری گشته در ولایت جای یکم را اشغال نمود. نسل مسلح با دانش‌های مکمل زمانوی در پیشرفت و رشد دلخواه ساحه مساعدت می‌نمایند. اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی ما را به هدف چهارم حکومت جمهوری صنعت کنونی با سرعت کشور نزدیک می‌نماید. فعالگردانی مشغولیت‌های ایلوگی و محفل‌های فنی در بلند گردیدن صفت تحصیلات و معرفت ذهنی نسل برکمال ملت زمینه واقعی می‌گذارد. از این رو آموزگاران جواباً به غمخوری‌های روزافزون حکومت جمهوری نسبت به ساحه معارف تصمیم گرفتند که صفت تحصیلات را خوبتر و بهتر نموده شاگردان صاحب معرفت و صاحب ملکه را تربیت خواهند نمود.